به آتیکست خوش اومدی. جایی برای عاشقان کلمه. بوف کور. نوشته صادق هدایت. کالسکه نعشکش ایستاد. من کوزه را برداشتم و از کالسکه پایین جستم. جلوی در خانه ام بودم. به تعجیل وارد اتاقم شدم. کوزه را روی میز گذاشتم. رفتم قوطی حلبی، همان قوطی حلبی که قلکم بود و در پسوی اتاقم قایم کرده بودم برداشتم. آمدم دم در که به جای مزد قوطی را به پیرمرد کالسکه‌چی بدهم، ولی او غیبش زده بود. اثری از آثار او کالسکه‌اش دیده نمی‌شد. دوباره مایوس به اتاقم برگشتم. چراغ را روشن کردم. کوزه را از میان دستمال بیرون آوردم. خاک روی آن را با آستینم پاک کردم. کوزه لعاب شفاف قدیمی بنفش داشت که به رنگ زنبور طلایی خرد شده در آمده بود و یک طرف تنه آن به شکل لوزی حاشیه‌ای از نیلوفر کبود رنگ داشت و میان حاشیه لوزی صورت زنی کشیده شده بود که چشمهایش سیاه درشت، چشمهای درشت‌تر از معمول، چشمهای سرزنش دهنده داشت، مثل اینکه از من گناه‌های پوزش ناپذیری سر زده بود که خودم نمی‌دانستم. چشم‌های افسونگر که در عین حال مضطرب و متعجب، تهدید کننده و وعده دهنده بود. این چشم‌ها می‌ترسید و جذب می‌کرد و یک پرتو ماورالطبیعی مست کننده در ته آن می‌درخشید. گونه‌های برجسته، پیشانی بلند، ابروهای باریک به هم پیوسته، لب‌های گوشتالوی نیمه باز و موهای نامرتب داشت که یک رشته از آن روی شقیقه‌هایش چسبیده بود. تصویری را که دیشب از روی او کشیده بودم از توی قوطی حلبی بیرون آوردم. مقابله کردم. با نقاشی کوزه ذره‌ای فرق نداشت، مثل اینکه عکس یکدیگر بودند. هر دوی آنها یکی و اصلا کار یک نقاش بدبخت روی قلمدان ساز بود. شاید روح نقاش کوزه در موقع کشیدن در من حلول کرده بود و دست من به اختیار او در آمده بود. آنها را نمیشد از هم تشخیص داد. فقط نقاشی من روی کاغذ بود، در صورتی که نقاشی روی کوزه لعاب شفاف قدیمی داشت که روح مرموز، یک روح غریب غیر معمولی با این تصویر داده بود و شراره روح شروری در ته چشمش می درخشید. نه، باور کردنی نبود. همان چشمهای درشت، بی‌فکر، همان قیافه تودار و در عین حال آزاد. کسی نمی‌تواند پی ببرد که چه احساسی به من دست داد. می‌خواستم از خودم بگریزم. آیا چنین اتفاقی ممکن بود؟ تمام بدبختی‌های زندگیم دوباره جلوی چشمم مجسم شد. آیا فقط چشم‌های یک نفر در زندگیم کافی نبود؟ حالا 2 نفر با همان چشم‌هایی که مال او بود به من نگاه می‌کردند. نه، قطعاً تحمل ناپذیر بود. چشمی که خودش آنجا نزدیک کوه کنار تنه درخت سرو پهلوی رودخانه خشک به خاک سپرده شده بود، زیر گلهای نیلوفر کبود، در میان خون غلیظ، در میان کرم و جانوران و گزندگانی که دور او جشن گرفته بودند و ریشه گیاهان به زودی در حدقه آن فرو می رفت که شیره‌اش را بمکد، حالا با زندگی قوی سرشار به من نگاه می‌کرد. من خودم را تا این اندازه بدبخت و نفرین زده گمان نمی‌کردم، ولی به واسطه حس جنایتی که در من پنهان بود، در عین حال خوشی بی‌دلیل، خوشی غریبی به من دست داد، چون فهمیدم یک نفر همدرد قدیمی داشتم. آیا این نقاش قدیم، نقاشی که روی این کوزه صدها شاید هزاران سال پیش نقاشی کرده بود همدرد من نبود؟ آیا همین عوالم مرا طی نکرده بود؟ تا این لحظه من خودم را بدبخت‌ترین موجودات می‌دانستم، ولی پی بردم زمانی که روی آن کوه‌ها، در آن خانه‌ها و آبادی‌های ویران که با خشت‌های وزین ساخته شده بود، مردمانی زندگی می‌کردند که حالا استخوان آنها پوسیده شده و شاید ذرات قسمت‌های مختلف تن آنها در گل‌های نیلوفر کبود زندگی می‌کرد. میان این مردمان یک نفر نقاش فلک زده، یک نفر نقاش نفرین شده، شاید یک نفر قلمدان ساز بدبخت مثل من وجود داشته، درست مثل من.
و حالا پی بردم. فقط می توانستم بفهمم که او هم در میان دو چشم درشت سیاه می سوخته و می گداخته، درست مثل من. همین به من دلداری می داد. بالاخره نقاشی خودم را پهلوی نقاشی کوزه گذاشتم. بعد رفتم منقل مخصوص خودم را درست کردم. آتش که گل انداخت آوردم جلوی نقاشی ها گذاشتم. چند پک وافور کشیدم و در عالم خلسه به عکس ها خیره شدم، چون میخواستم افکار خودم را جمع کنم و فقط دود اسیری تریاک بود که من میتوانستم افکارم را جمع آوری کنم و استراحت فکری برایم تولید بکنم. هرچه تریاک برایم مانده بود کشیدم تا این افیون غریب همه مشکلات و پرده هایی که جلوی چشم مرا گرفته بود، این همه یادگاری های دور دست خاکستری و متراکم را پراکنده بکنند. حالی که انتظارش را می کشیدم آورد و پیش از انتظارم بود. کم کم افکارم دقیق، بزرگ و افسون‌آمیز شد. در یک حالت نیمه خواب و نیمه اغما فرو رفتم. بعد مثل این بود که فشار و وزن روی سینه‌ام برداشته شد. مثل این که قانون ثقل برای من وجود نداشت و آزادانه دنبال افکارم که بزرگ، لطیف و موشکاف شده بود پرواز می کردم. یک جور کیف عمیق و ناگفتنی سر تا پایم را فرا گرفت و از قید بار تنم آزاد شده بودم. یک دنیای آرام ولی پر از اشکال و الوان افسونگر و گوارا. بعد دنباله افکارم از هم گسیخته و در این رنگ ها و اشکال حل می شد. در امواج غوطه ور بودم که پر از نوازش های اسیری بود. صدای قلبم را می شنیدم. حرکت شریانم را حس می کردم. این حالت برای من پر از معنی و کیف بود. از ته دل می خواستم، آرزو می کردم که خودم را تسلیم خواب فراموشی بکنم. اگر این فراموشی ممکن می شد، اگر می توانست دوام داشته باشد، اگر چشمهایم که به هم می رفت در ورای خواب آهسته در عدم صرف می رفت و هستی خودم را که احساس نمی کردم، اگر ممکن بود در یک لکه مرکب، در یک آهنگ موسیقی با شعاع رنگین تمام هستیم ممزوج می شد و بعد این امواج و اشکال آنقدر بزرگ می شد و می دوانید که به کلی محو و ناپدید می شد و آرزوی خود رسیده بودم. کم کم حالت خمودت و کرختی به من دست داد. مثل یک نوع خستگی گوارا و یا امواج لطیفی بود که از تنم به بیرون تراوش می کرد. بعد حس کردم که زندگی من رو به قهقرا می رفت. متدرجاً حالات و وقایع گذشته و یادگاری های پاک شده و فراموش شده زمان بچگی خودم را می دیدم. نه تنها می دیدم، بلکه در این گیر و دارها شرکت داشتم و آنها را حس می کردم. لحظه به لحظه کوچکتر و بچه تر می شدم. بعد ناگهان افکارم محو و تاریک می شد. به نظرم آمد تمام هستی من سر یک چنگک باریک آویخته شده و در ته چاه عمیق و تاریکی آویزان بود. بعد از سر چنگک رها شدم. می لغزیدم و دور می شدم، ولی به هیچ مانعی بر نمی خوردم. یک پرتگاه بی پایان در یک شب جاودانی بود. بعد از آن پرده ها محو و پاک شده، پی در پی جلوی چشمم نقش می بست. یک لحظه فراموشی محض را طی کردم. وقتی که به خودم آمدم یک مرتبه خودم را در اتاق کوچکی دیدم و به وضع مخصوصی بودم که به نظرم غریب می آمد و در این حال برایم طبیعی بود.